درود بر شما. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چرا ژاپنی ها معمولاً شیو نمی کنن. شاید شما هم وقتی فیلم ها، مستندها یا حتی صنعت بزرگسالان بین خودمون بمونه همون پورن رو نگاه میکنید متوجه شدید که برخلاف خیلی از کشورها شیو کردن بدن یا به خصوص ناحیه تناسلی توی ژاپن چندان رایج نیست. خب حالا بیایم بریم ریشه یابی کنیم و بدونیم چرا این ژاپنی ها پشماشون رو نمیزنن. نگاه اول از دیدگاه تاریخی و فرهنگیه. در نگاه سنتی ژاپن بدن طبیعی ارزش زیبایی داره. یعنی هر چیزی که نشونه طبیعی بودن باشه بخشی از زیبایی محسوب میشه. حتی در دوره‌های قدیمی‌تر مثل دوران ادو در دوران 1600 تا 1800 میلادی موهای بدن هیچ وقت به عنوان چیز منفی دیده نمی‌شدن. در واقع مردم ژاپن بدن خودشون رو همونطوری که هست دوست دارن. البته الهی پرانتز این رو بگم کم بودن موی بدن ژاپنی‌ها هم بی تاثیر نیست. مورد دوم تفاوت با فرهنگ غربه. حالا بیایم غرب رو یه نگاه بندازیم. تو آمریکا و اروپا از دهه 1950 به بعد تبلیغات مد و مجلات باعث شدن که شیو کردن تبدیل به یک استاندارد زیبایی بشه. بعدتر توی دهه 90 و 2000 با گسترش صنعت پورن در اینترنت این استاندارد خیلی قوی‌تر شد. اما ژاپن حقیقتش اینطور پیش نرفت. اما بخش خیلی جالبی که در این قضیه بهش میپردازیم اینه که ژاپن یکی از بزرگترین تولید کننده های محتوای بزرگسال در جهانه. اما طبق قوانین ژاپنی ها موظف بودن نواحی تناسلی خودشون رو سانسور کنن. این باعث شده بود که بیننده ها همیشه متعجب باشن که چرا اگر فیلم پورنی ساخته میشه صنعت پورن قسمت های تناسلی رو سانسور میکنه. نتیجه چی شد؟ خب موهای بدن هیچ وقت به عنوان زائد یا غیر جذاب معرفی نشدن. برعکس چون پوشش طبیعی بودن عادی و پذیرفته شدن باقی موندن و حتی در فیلم‌های پورن ژاپنی هم شما می‌بینید که پورن استارها موهای بدنشون رو شیو نمی‌کنن و این رو به عنوان یک رفتار پسندیده در جامعه قبول دارن. اما از دیدگاه چهارم یا زیبایی شناسی در نگاه ژاپنی میتونیم به این نتیجه برسیم که ژاپنی ها بیشتر به پوستی صاف، سفید و سالم توجه دارن. بیشتر به جای اینکه تمرکز خودشون رو روی شیو کردن یا تغییرات جسمی بذارن، روی نچرال بودن تمرکز دارن. برای همین توی معیارهای سنتی زیبایی شیو کردن اصلاً جایگاه جدی نداره. و اما در وهله پنجم نسل جدید و تغییراتی که به همراه داشته کمی متضاد با سنت ها بوده. البته همه چیز ثابت نمونده و نخواهد موند. نسل جدید ژاپنی ها که با اینترنت و فرهنگ غربی بزرگ شدن خیلی بیشتر به سمت شیو و لیزر رفتن. به خصوص خانم ها توی شهرهای بزرگ مثل توکیو و اوزاکا. اما هنوز هم نسبت به اروپا و آمریکا درصد کمتری از مردم همچنان به شیو کردن میپردازن. در نگاه ششم بهتره به بحث بهداشتی یا زیبایی بپردازیم. یه نکته مهمی که هست شیو نکردن به معنی بی بهداشتی نیست. ژاپنی ها به نظافت شخصی خیلی اهمیت میدن. شاید بیشتر از خیلی کشورهای دیگه حموم روزانه میرن. استفاده از وان آب داغ و سنت اونسن حمام‌های عمومی نشون میده که تمیزی براشون خیلی اهمیت داره. پس موضوع اصلی بهداشت نیست بلکه نگاه فرهنگی به بدن طبیعیه. اما در ادامه صحبت‌ها یک خانومی در ژاپن به این اذعان داشته که حمام‌های عمومی و استخرها در ژاپن یکی از عواملی هستند که باعث میشن خانوم‌ها و آقایون شیو نکنن. دلیلشون هم اینه به دلیل اینکه در استخرها و حمام‌ها به صورت برهنه حاضر میشن، شیو کردن ناحیه تناسلی یک نوع بی‌احترامیه و نگه داشتن موی روی آلت باعث پوشانده شدن آلت میشه و یک پوششی رو در مقابل نگاه بقیه براشون ایجاد میکنه. In Japan, we don't shave down there. This time I did researches and the number one reason why they don't shave down there is in Japan actually there's so many opportunity that you could be naked with your friends, with your coworker, with your boss or like anybody literally in a public bath because we have to be naked to take a bath. So
they was very embarrassing if they were shaved down there. A lot of people are gonna look at it, so also they would ask question like, why did you shave? Because natural state is jungle. If you shave it, why, you know, stuff like this. That's the number one reason they don't shave down there. But it's getting changing, but Japan is down there still jungle. Yeah. برای جنبندی میتونیم بگیم ژاپنی ها شیو نمی کنن چون تو فرهنگشون هیچ وقت موی زائد به عنوان چیز منفی دیده نشده. تاریخ، سنت و صنعت پورن با سانسور و نگاهی متفاوت به زیبایی باعث شده شیو کردن برای آنها موضوع مهمی نباشه. امروز نسل جدید داره کم کم تغییر میکنه و تحت تاثیر مد و رسانه‌های جهانی پیش میره. دور از انتظار نیست که به زودی ببینیم که ژاپنی ها هم شیو میکنن. خب اینم از جواب یک سوالی که شاید سالها توی ذهن خیلی ها نقش بسته بود. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید طبیعی بودن بهتره یا حذف کامل موهای زائد؟ توی کامنت حتما بگید و بگید دوست دارید در خصوص چه مطالبی برای شما ویدیو تهیه و تنظیم بکنیم. یه لایک شما خیلی زمان از شما نمیگیره ولی میتونه به ما انرژی بده که ویدیوهای بهتری براتون تهیه و تنظیم کنیم.